سلام به همه شما. به این برنامه خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از هیجان انگیزترین و شاید بشه گفت جادویی ترین موضوعات دنیای تکنولوژی. اینکه چطور یک ماشین زبان ما انسان‌ها رو یاد میگیره. بله، قراره با هم از راز مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM ها پرده برداریم. یعنی دقیقاً همون مغز متفکری که پشت ابزارهای مثل چت جی پی تی قایم شده. خب، سوال اصلی همینه، مگه نه؟ واقعاً چطوری میشه که یک کامپیوتر بتونه مثل ما آدم‌ها حرف بزنه، متن‌های پیچیده بنویسه و حتی منظور ما رو از لابلای کلمات درک کنه؟ این توانایی که خیلی وقتا واقعاً شبیه یه شعبده بازیه، از کجا میاد؟ اگه تا حالا تجربه چت کردن با چت جی پی تی یا هر هوش مصنوعی دیگه‌ای رو داشتید و از جوابهای هوشمندانش به قول معروف کپی کردید، شما در واقع قدرت یک مدل زبانی بزرگ رو با تمام وجود حس کردید. این اسم اون فناوری فوق‌العاده است که پشت این ماجراست. خیلی خوب. برای اینکه بفهمیم این مدل‌ها چطور کار می‌کنن، اول باید ببینیم زبان ما چطور برای کامپیوترها قابل فهم میشه. اینجاست که با دو تا مفهوم کلیدی آشنا میشیم: توکن‌ها و بردارها. اینها سنگ بنای اصلی کار هستن. ببینید، برخلاف تصور ما، ماشین‌ها زبان رو کلمه به کلمه نمیخونن. اونها دنیا رو از طریق واحدهای کوچکتری به اسم توکن میبینن. فکر کنید توکن‌ها مثل قطعات پازل یا لگو هستن. یه توکن میتونه یک کلمه کامل باشه مثل کتاب، یا فقط بخشی از یک کلمه مثل ترین. نکته جالبش اینه که به طور میانگین هر 100 تا توکن معادل حدود 75 کلمه معمولیه. پس وقتی میشنوید یه مدل با چند صد میلیارد توکن آموزش دیده، دیگه میتونید تصور کنید با چه حجم عظیمی از اطلاعات طرفیم. خب، این توکن ها دقیقاً چطوری ساخته میشن؟ با یه روش خیلی هوشمندانه به اسم BPE. فرض کنید کلمه انگلیسی اپل رو داریم. سیستم اول اون رو به حروف A, P, P, L, E میشکنه. بعد میگرده دنبال پرتکرار ترین جفت ها. اینجا پی و پی رو پیدا میکنه و اونها رو به هم میچسبونه و یه واحد جدید به اسم پی پی میسازه. این فرایند بارها و بارها تکرار میشه تا در نهایت به گتاهای معنادارتری مثل اپل برسه. مزیت بزرگ این روش اینه که حتی اگه مدل با یه کلمه کاملا جدید هم روبرو بشه، باز هم میتونه اون رو به همین شکل به قطعات کوچکتر بشکنه و بفهمتش. خب، توکن ها رو داریم. مرحله بعد چیه؟ باید اونها رو به زبان ریاضی یعنی زبان کامپیوتر ترجمه کنیم. اینجاست که بازنمایی برداری وارد بازی میشه. هر توکن یک کد عددی خیلی خیلی طولانی، یعنی یک بردار دریافت میکنه و جادوی اصلی کار دقیقاً همینجاست. کلماتی که معنای نزدیکی به هم دارن، بردارهای عددیشون هم شبیه به هم میشه. یعنی توی این فضای چند بعدی اعداد، پادشاه کنار ملکه قرار میگیره و ماشین نزدیک به اتوبوس. اینطوریه که ماشین روابط مفهومی بین کلمات رو یاد میگیره. پس ببینید دنیای ما چقدر با دنیای ماشین‌ها فرق داره. ما وقتی جمله گربه روی حصیر نشست رو میخونیم، یک تصویر واضح تو ذهنمون شکل میگیره. اما ماشین چی میبینه؟ هیچی. فقط یک ماتریس غول‌پیکر از اعداد. تمام درک ماشین از معنی و مفهوم این جمله از طریق محاسبات ریاضی روی همین اعداد به دست میاد. شگفت‌انگیزه، نه؟ تا اینجا فهمیدیم که زبان چطور به اعداد تبدیل میشه، اما حالا میرسیم به بخش واقعاً هیجان انگیز ماجرا. چطور این همه عدد کنار هم به درک عمیق زبان و تولید متن‌های هوشمندانه منجر میشه؟ پاسخ در یک معماری انقلابی به نام ترانسفورمر نهفته است. شاهکار اصلی معماری ترانسفورمر یک مکانیزم فوق‌العاده به اسم خودتوجهی یا سلف اتنشن هستش. ببینید، مدل‌های قدیمی‌تر کلمات رو دونه به دونه و پشت سر هم می‌خوندن، اما ترانسفورمر مثل یک عقاب به کل جمله از بالا نگاه می‌کنه. مثلا توی این جمله، من یک لیوان شیر خوردم چون تشنه بودم. مکانیزم توجه فوراً میفهمه که کلمه تشنه به شیر و خوردم ربط داره، نه به لیوان. همین توانایی برای درک ارتباطات بین کلمات در کل جمله به معنای واقعی کلمه همه چیز رو تغییر داد. و حالا یه نکته تاریخی خیلی جالب که شاید تا حالا نشنیده باشید. به گفته اندرو انگ که یکی از غول‌های هوش مصنوعی، بخش بزرگی از بودجه تحقیقات اولیه روی این فناوری‌ها از جمله خود ترانسفورمرها از طرف آژانس‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا تامین می‌شده. اونها به شدت دنبال ابزارهایی برای تحلیل اطلاعات و ترجمه ماشینی بودن و همین نیاز به طور ناخواسته راه رو برای این انقلاب بزرگ باز کرد.
این تایملاین داستان یک انفجار بزرگ رو به ما نشون میده. تا قبل از سال 2017 پیشرفت‌ها توی حوزه هوش مصنوعی زبان خوب بود، اما پیوسته و تقریباً کند پیش میرفت. اما در سال 2017 مقاله‌ای از تیم گوگل به اسم توجه تمام آن چیزی که نیاز دارید منتشر شد و معماری ترانسفورمر رو به دنیا معرفی کرد. این مقاله مثل یک جرقه بزرگ در انبار بارود بود که از سال 2018 تا امروز باعث انفجار مدل‌های فوق‌العاده قدرتمندی مثل GPT و لاما و بقیه شد. خیلی خوب، حالا که با زیر و بم این تکنولوژی آشنا شدیم، وقتشه ببینیم چه شرکت‌ها و سازمان‌هایی الان در خط مقدم این رقابت نفسگیر جهانی قرار گرفتن. در حال حاضر میتونیم بگیم 3 تا بازیگر اصلی این میدون رو در دست دارن: اوپن AI، گوگل و متا. هر کدوم با یه استراتژی کاملا متفاوت. از یه طرف اوپن AI رو داریم که با مدل‌های قدرتمند سری GPT مثل یک باغ محصور و خیلی پیشرفته عمل می‌کنه که فقط میتونید از محصولاتش استفاده کنید. از طرف دیگه گوگل با مدل جمینای سعی داره هوش مصنوعی رو توی تار و پود تمام محصولاتش از جستجو گرفته تا اندروید تزریق کنه. و بالاخره متا که با مدل لاما یک بازی کاملا متفاوت رو شروع کرده. اونها مدل‌هاشون رو به صورت متن باز منتشر می‌کنن تا کل جامعه برنامه‌نویسا بتونن ازش استفاده کنن و اون رو بهتر کنن. اگه هنوز به قدرت استدلال و هوش این مدل‌ها شک دارید، فقط به این عدد نگاه کنید. 90. این صداکیه که مدل GPT-4 توی آزمون وکالت آمریکا به دست آورده. یعنی چی؟ یعنی از 90% انسان‌های واقعی و متخصصی که توی این آزمون فوق‌العاده سخت شرکت کردن بهتر عمل کرده. این واقعاً دیوونه کننده است. اما این رقابت فقط بین این 3 غول نیست. اصلاً شرکت انتروپیک با یه رویکرد خیلی جالب برای ساخت هوش مصنوعی امن‌تر، یعنی بر اساس یک سری قوانین و اصول اخلاقی وارد میدون شده. یه استارتاپ فرانسوی به اسم میسترال AI هم با مدل‌های متن‌باز و فوق‌العاده بهینه‌اش کل صنعت رو غافلگیر کرده. البته هرگز نباید قدرت جامعه متن‌باز رو دست کم بگیریم. هزاران نفر هر روز دارن مدل‌هایی مثل لاما رو برای کارهای خاص و خلاقانه خودشون قدرتمندتر و بهتر می‌کنن. خیلی خوب، با همه این پیشرفت‌های خیره کننده، آینده این فناوری به چه سمتی داره میره و چه چالش‌های مهمی سر راه ما قرار داره؟ یکی از بزرگترین، اگه نگیم بزرگترین چالش این حوزه، آتش سیری‌ناپذیر این مدل‌ها برای قدرت محاسباتیه. آموزش دادن این مدل‌های غول‌پیکر به هزاران پردازنده فوق پیشرفته نیاز داره که ماه‌ها بدون وقفه و با مصرف برق وحشتناک کار کنند. این نمودار خیلی خوب نشون میده که تقاضا برای سخت افزارهای تخصصی هوش مصنوعی چقدر سرسام‌آوره و همین موضوع، یعنی کمبود این سخت افزارها، تبدیل به یک گلوگاه خیلی بزرگ توی این صنعت شده. به نظر میرسه که در آینده ما شاهد 2 مسیر اصلی و تقریبا موازی خواهیم بود. از یک طرف شرکت‌های بزرگ به ساخت مدل‌های عظیم‌تر و عمومی‌تر ادامه میدن، یعنی یه مدل که بتونه تقریبا هر کاری رو انجام بده. اما از طرف دیگر با پیشرفت تکنیک‌های بهینه‌سازی شاهد ظهور مدل‌های کوچکتر و تخصصی‌تری خواهیم بود که روی دستگاه‌های شخصی ما، حتی روی همین گوشی‌های موبایلمون اجرا بشن. و در آخر میخوام روی چند تا نکته کلیدی تاکید کنم که هممون باید همیشه در ذهن داشته باشیم. نکته اول، حریم خصوصی. لطفاً همیشه مراقب اطلاعاتی باشید که با این سرویس ها به اشتراک میذارید. نکته دوم، سوگیری. این مدل ها آینه تمام نمای اطلاعاتی هستن که باهاشون آموزش دیدن و این یعنی میتونن خیلی راحت سوگیری های غلط و تبعیض‌آمیز موجود در اینترنت رو یاد بگیرند و تکرار کنن. و از همه مهمتر، نظارت انسانی. اینها فقط ابزارهای قدرتمندی هستند. در نهایت این ما انسان‌ها هستیم که باید برای استفاده اخلاقی و مسئولانه از اونها تصمیم بگیریم. بررسی امروز ما اینجا به پایان میرسه، اما داستان شگفت‌انگیز این فناوری تازه شروع شده. این مدل‌ها دارن همه چیز رو تغییر میدن، از نحوه کار کردن و درس خوندن ما گرفته تا تعاملمون با دنیای اطراف. و این یک سوال بزرگ و اساسی رو برای هممون باقی میذارن. آیا ما داریم آینده رو با این مدل‌ها مینویسیم یا این اونها هستن که دارن آینده ما رو مینویسن؟